کودکان غزه، اینجا روزی سپری نمی شود بدون به یاد آوردن لبخندهای شما و گرمایی که وقتی 2 سال پیش در غزه می نواختم به من هدیه می دادید. شهروندان فلسطینی، اینجا هیچ روزی وجود ندارد بدون دعا برای پایان کابوسی که 60 سال است برای شما باقی مانده. اما از پس هر کابوسی یک بیداری است و من مطمئنم یک روز به کشور شما می آیم و بر دیوار فرودگاه با عباراتی درشت می بینم که نوشته شده است: به فلسطین خوش آمدید. جایی که من برای مدت زمانی طولانی میخواستم به آنجا بروم، این نخستین باری بود که من با واقعیت مواجه میشدم و شکافی که بین حقیقت و اخبار رسانه ها بود را حس میکردم. نه اینکه اخبار دروغ باشند، اما حتی اگر شما از چیزی عکس بگیری، باز اینجا بین آن چیز و حقیقت فاصله هایی وجود دارد. نام جاده غبارآلود تقریبا از تصویر جاده خاکی که به غزه میرود برگرفته شده.